بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با شما عزیزان هستیم در قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. دوستان عزیز، در طی هفته گذشته اعتراضات شدیدی سراسر ایران را در بر گرفته بود و حتی در بعضی از کشورهای دیگر هم در پیوند با قتل مهسا امینی. خب این یک بهانه بود، مردم این رو بهانه قرار دادن تا نفرت و انزجار خودشون رو از آخوندهای جنایتکار بیان بکنن و مانند همیشه اهل سنت مظلوم ترین قشر این جامعه هستند که همیشه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. در جمعه گذشته بعد از نماز جمعه، هنگامی که نمازگزاران با دستان خالی از نماز جمعه خارج می شدند، مورد رگبار گلوله‌های ظالمان و ستمگران سپاه پاسداران قرار گرفتند و تعداد زیادی از برادران و حتی خواهران بلوچ ما در کنار مسجد مکی زاهدان به خاک و خون غلتیدند. و دردناکتر از همه این بود که مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر و آزادی، کسانی که به خاطر کشته شدن مهسا امینی سر و صدا را انداخته بودند و اسلام رو دین العیاذ بالله نجس خوانده بودند، در کشتار مردم مسلمان بلوچ سکوت کردند، زیرا نمیخواستند بگن که مردم مسلمان بلوچ بعد از خارج شدن از مسجد و بعد از نماز جمعه به شهادت رسیدند. به همین دلیل ما آنگونه که به خاطر قتل یک نفر دیدیم که داد و واویلا به راه انداخته بودند، به خاطر به خاک و خون غلتیدن ده‌ها جوان بلوچ و خواهران بلوچ ما هیچ گونه سر صدایی نکردند. این نشان دهنده این است که اینها هم تاجرانی هستند مثل آخوندها. اینها اگر تاجران انسانیتند، آخوندها تاجران دینند. آخوندها دین میفروشند و اینها انسانیت میفروشند. برای یک انسانی که واقعا در پی حقوق بشر و حقوق انسان باشد فرق نمی کند که بلوچی مظلومانه به شهادت میرسد یا کردی یا فارسی یا لوری یا ترکی یا عربی. برای یک انسان
همین کافی است که یک انسان بیگناه کشته شود. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که بیان می کند مقام و مرتبه انسان رو میگوید یا ایها الناس، ای انسان ها، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. نمیگوید فقط ای مسلمانان، ای عرب ها، ای قریش، ای مؤمنین، همه انسان ها رو مورد خطاب قرار میدهد. اما این حقوق بشر فروشان، تاجران حقوق بشر، تاجران حالا بگوییم مذهب انسانیت، وقتی که حرف میزنن از مذهب انسانیت حرف میزنن، اما عملکردشان با عملکرد آخوندهای جنایتکار هیچ فرقی ندارد. البته به اونها باید بگوییم که آن اسلام نجسی که شما از آن متنفر هستید اسلام تحریف شده ای است که آخوندها به خورد شما دادند. اسلامی است که تحریف کردند، تغییر دادند، تبدیل در آن آوردند، اسلام رو بدنام کردند. اینها کسانی هستند که با نام اسلام و با نام دین و با نام پیامبر و اهل بیت پیامبر و قرآن و الله سبحانه و تعالی تجارت کردند. به هر صورت وقایع جانگدازی بود که در بلوچستان و دیگر مناطق ایران رخ داد. اما گونه که دوستان از شروع برنامه شماره تلفن ها رو زیرنویس کردن، سعی خواهیم کرد در این برنامه بیشتر تماس های شما عزیزان رو بگیریم و درد دل های شما بزرگواران را بشنویم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید. سفری عزیز، خوب هستید؟ خسته نباشید. سلامت باشید، تشکر از شما. خودتون رو معرفی کنید. شما سال‌ها شما نگاه می‌کردن تو وسایل حق، شبکه وسایل حق ما نداریم. امشب شما رو اینجا دیدم، خوشحال شدم صداتون رو میشنوم. سلامت باشید، سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. از ایران تماس میگیرم. زنده باشید. تشکر از تماستون. خواستم صداتون رو بشنوم، تشکر کنم. سلامت باشید. تشکر از شما بینندگان. خدا نگهدار شما. همچنین یکی از وقایع تلخی که در هفته گذشته رخ داد، حمله به یکی از مراکز تعلیمی در کابل بود که تعداد زیادی از دختران دانش آموز بیگناه هم در این حمله به خاک و خون کشیده شد. و چون که این دانش آموزان حالا متعلق به یک مذهبی و به یک قوم خاصی بودن که مدیا را در اختیار دارن و در سراسر دنیا هیاهویی به پا کردن و همانطوری که من بارها گفتم در این برنامه ها، چه کشتن شیعیان هزاره در افغانستان و چه کشتن اهل سنت، اینا همه دسایس دشمنان اسلام خاصتا رژیم آخوندی ایران است تا در کشورهای اسلامی آشوب و فتنه و تفرقه و دشمنی در بین مسلمانان ایجاد بکنند و اقوام و مذاهب مختلف را به جان همدیگر بیندازند تا از این بین به نفع خودشان بهره برداری بکنند. من در هفته گذشته مطلبی رو نشان داده بودم در مورد نظر آخوندها در مورد مردم قندهار. کامنت های زیادی در این رابطه رد و بدل شده بود و بعضی از دوستان نوشته بودن که حالا شما میخواهید در بین قندهاری ها و آخوندها تفرقه بیندازید. طبیعتاً کینه و دشمنی با اهل قندار از زمان سابق هست، از زمانی که مردم مجاهد و شریف قندار با لشکری که آماده کرده بودند سلسله جنایتکار صفویت را در ایران سرنگون کردند و بیشتر از 20 سال بر ایران حکومت کردند و آخرین شاه صفوی به دست پادشاه افغانستان که در آن موقع قندار پایتخت افغانستان بود
به هلاکت رسید و این شاه بی غیرت نه تنها کشورش رو رها کرد بلکه حتی زن و بچه و حرمسرایش رو هم به پادشاه افغانستان بخشید. و به خاطر این کینه و دشمنی اینها تنها با قندهار و قندهاریان نیست، بلکه حتی با خود ملت ایران هم مشکل دارن. حالا من مطلبی رو خدمت شما عزیزان اینجا از کتاب اصول کافی نشان بدم. این کتاب اصول کافی، اینم شناسنامه‌اش و اینم مطلبی که در اینجاست. در روایت شماره 7 در اینجا مطلبی را میخوانیم که میگن که کسی فوت میکنه و از خیشان امیرالمومنین یعنی علی علیه السلام و جوانی از خیشان ایشان در قبیله بنی مخزوم فوت میکنه و کسی میاد به حضرت علی میگه که ای دایی جان، برادرم فوت کرده و قد حزنت علیه حزنا شدیدا، بسیار غمگین و اندوهگین شدم بر او. فقال له تشتهی ان تراه، گفت میخوای که این برادرت رو ببینی؟ قال بلا، گفت بله ای امیرالمومنین میخوام ببینم. قال فارنی قبره، گفت که قبرش رو به من نشان بده. قال فخرج و معه بردت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. با ایشان حضرت علی رفت و خلاصه در حالی که اون عبای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو با خود داشت. فلما انتهى الى قبری تلملمت شفتاه، خلاصه یک چیزی دم و دعایی کرد، طلسم‌های خواند. ثم رکزه برجله، با لگد زد به قبر این طرف. فخرج من قبره و هو یقول بلسان الفرس، این طرف از قبرش خارج شد و به زبان فارسی گفت، سخن زد، سلام علیکم، شما خوبه، خلاصه از این حرفا به فارسی. فقال امیرالمومنین علی علیه السلام به ایشون گفت که الم تمت و انت رجل من العرب، بابا جان تو که مردی مگه تو عرب نبودی؟ قال بلا، گفت که بله بودم. ولکننا متنا علی سنت فلان و فلان، بله عرب بودیم منتها ما پیرو سنت فلان و فلان بودیم. هر جا که اینا فلان و فلان گفتن بدونید که یعنی ابوبکر و عمر. فلان و فلان اگر گفتن عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. فانقلب در السنتنا، خلاصه زبان ما برگشت، ما عرب بودیم چون که به دین ابوبکر و عمر مردیم چی شد؟ ما شدیم فارسی زبان. تا اینجای مطلب خب یک داستان، یک دروغی بیشتر به افسانه‌های هزار و یک شب میمونه که آقای یعقوب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی در اینجا گفته. اما جالبش اینجاست که خدمت شما نشون بدم که این آقای مازندرانی، کسی که کافی رو چیکار کرده؟ شرحش کرده. اینجا میاد این روایت رو در جلد 7 شرح کافی صفحه 209 همون روایت رو در اینجا میاره. بعدش پاورقی میده، میگه قوله، حرف اون پسری که گفته فانقلب در سنتنا، زبان ما برگشت، از ظاهر انه اهل النار یتکلمون كلهم بلسان الفرس و ان كانوا عربیا. میگه اهل جهنم فارسی صحبت میکنن ولو این که چی باشن؟ عرب باشن. یعنی همه انسان هایی که عرب باشن و آمریکایی، چینی، روسی، ترک، لور، کرد، همه وقتی که اینو برن وارد جهنم بشن، جهنمی باشن، زبانشون اتوماتیک عوض میشه، فارسی صحبت میکنن. و اهل الجنة یتکلمون بلغت العرب و ان كانوا من اهل الفرس. و میگه اهل جنت همشون عربی صحبت میکنن اگرم که از فارسی زبان ها باشن.
یعنی فارسی زبان ها و ترک ها و لر ها و غیره وقتی میرن به جنت همشون میشن عرب و عرب ها و غیر اقوام وقتی که میرن به جهنم شروع میکنن فارسی صحبت کردن. یعنی میخواد اینو بگه که اهل جنت در جنت عربی صحبت میکنن و اهل جهنم فارسی صحبت میکنن. زبان فارسی زبان اهل جهنم است و زبان عربی زبان اهل جنت یا بهشت است. بعد دوباره اینجا پاورقی میده و کلامهم بلسان الفرس ان ثبت هذه النسبه كان معني مفوضا اليهم لا نعلم مناسبة لسان الفرس و اهل النار الا ان الفرس ذلك الزمان كانوا كفارا. حالا یک شکلی اومده کسی که دیگری اینو توجیه کرده که میگه به خاطر اینکه در آن زمان اهل فارس کافر بودند به خاطر همین زبان اهل نار رو در اون زمان گفتن که چی است؟ فارسی است. خب این احمق بی سواد شارح که این رو نوشته میگن دروغگو حافظه نداره، چون در زمان حضرت علی خب منطقه فارس فتح شده بود، مسلمان شده بودن مردم، اونجا که کفار نبودن. چون که همه میدانیم که قسمت هایی از سرزمین های فارس در زمان حضرت ابوبکر و کلا سرزمین فارس در زمان حضرت عمر فتح شد و مردمش همه مسلمان شدن. اکثریت در زمان حضرت عثمان همه مسلمان بودن. در زمان حضرت عثمان حتی فتوحات تا کابل و تا شمال افغانستان رسیده بود و در زمان حضرت علی همه تا ماوراءالنهر همه مسلمان بودن. این شارح اومده خاصی یه جوری جمع جور بکنه، میگن دروغ حافظه نداره به خاطر که دروغ اولی رو جمع بکنید، دو تا دروغ دیگه هم در اینجا گفته. این از این. پس دوستان ناراحت نشن که حالا گفته بودن که شما تفرقه میخواید بندازید بین قندهاری و آخوندهای ایرانی. نه، مشکل آخوندها با همه بشریت هست، تنها با قندهاری ها مشکل ندارن، با همه بشریت مشکل دارن، حتی با خود مردم ایران هم مشکل دارن. این کتاب وافی است از فیض کاشانی در کتاب حجه جلد 3. اینم شناسنامش در اینجا هست و چاپ خود ایران هم هست، چاپخانه رسول در شهر قم. بله، در اینجا مطلبی رو ایشان باز میاره، همین روایت رو در حدیث شماره 1353 و نقل قولش هم از کافی است و نص روایت رو در اینجا کلاً به این شکل آورده. بله، اینجا و هیچ ردم نکرده در صفحه 737، بلکه توضیح هم داره که تلملمت یعنی تحرکت و کان فلانین کنایه عن اولین، یعنی منظور از فلانین فلان و فلان یعنی اون دوتا اولی، یعنی ابوبکر و عمر. پس دوستان عزیز اینا مشکلشون با همه هست و تنها با اینکه بگیم با قنداری ها مشکل دارن، نه، اینا با همه انسانیت و با همه بشریت مشکل دارن. مثلا در این روایت شما دقت بکنید در کتاب الخصال از شیخ صدوق در اینجا در صفحه 352 روایتی رو میاره که لا يدخل حلاوة الایمان قلوب 7، 7 شخص هستن که بر قلبهای اونها ایمان وارد نمیشه. از امام جعفر صادق عن ابی عبدالله قال لا يدخل حلاوة الایمان قلب سندی ولا زنجی. ایمان به قلب سندی، سندی که شد یعنی هند و پاکستان، ولا زنجی یعنی اهل آفریقا، کل قاره آفریقا، ولا خوزی، خوزی خوزستانی، ولا کردی از کردستان که باشه کرد، ولا بربری از شمال آفریقا،
ولا الری ولا نبک ری منطقه تهران امروزی که در سابق بهش میگفتن ری، یعنی مردم اهل سند و آفریقا، شمال و جنوب آفریقا همش و خوزستانی و کردی و بربر و تهرانیا ایمان به قلبشون داخل نمیشد، ولا من حملت و امه من الزنا، و نه کسی که فرزند زنازاده‌ای باشه ایمان به قلب اینها داخل نمیشه. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. عزیزم من سوالی دارم خارج از محدوده دستورتون، میشه بپرسن؟ بفرمایید. الو. بفرمایید. عرضم به حضورتون که صحابه پیامبر کلا رو به راه بودن، یعنی به هر کدوم اقدام کردی درست بوده؟ نه، ما روایتی داریم که روایت در کتب اهل سنت هست. اهل سنت منصف هستند، با انصاف هستند. ما روایتی داریم میگه که اصحابی کن نجوم به ای منهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند که به هر کدام از آنها اقتدا کنید راهیاب میشوید. این حدیث دروغ است، این به پیامبر نسبت داده شده و این صحت نداره. ما اگر روایاتی که بلد به نفع ما باشه و به نفع صحابه هم باشه، اگر دروغ باشه ما ردش میکنیم، چون صحابه ما اعتقاد داریم صحابه معصوم نبودن، صحابه مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. اما در یک موضوع باید که ما وقتی میگیم صحابه عادل بودن، عدالت صحابه رو مطرح میکنیم، به این معنی است که عملی رو خلاف مروت و خلاف دین و خلاف آنچه که پیامبر آورده بود و آنچه که الله سبحانه و تعالی بود اعتقاد نداشتن، یعنی در اعتقادشون در ایمانشون محکم و استوار بودن، اما معصوم نبودن. مثلا صحابی زنا کرده، صحابی فحش داده، صحابی همدیگر رو کشتن. حالا این جنگ هایی که رخ داده خب مثلا بین جن و پری که نبوده، بین صحابه بوده و اونها انسان بودن اما معصوم نبودن، یعنی ما قائل به عصمت اونها نیستیم. و ثانیاً ما نمیگیم که ما پیرو صحابه ایم، میگیم ما پیرو قرآن و سنتیم. قرآن و سنت یعنی چی؟ کتاب الله و سنت رسول الله. حالا کتاب الله و سنت رسول الله رو کی برای ما نقل کرده؟ صحابه نقل کردن. اما در بین این صحابه مانند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است، حسن رضی الله تعالی عنه است، حسین رضی الله تعالی عنه است که ما اونها رو در بالاترین مقام و منزلت اعتقاد داریم که هستن، چون هم صحابی بودن و هم اهل بیت پیامبر بودن. بفرمایید. بله، من این سوالی که پرسیدم منظور می بود که فرض یک مسلمانی تازه مسلمان شده اگه بیا ببینه خلیفه سوم جناب عثمان از یه طرف یه عده صحابه از طرف دیگه حمله کردن بهشون، حالا این مسلمانه به طرف کدوم بره که مستقیم رفته باشه؟ راه مسلمان یه راه بیشتر نداره، همونطور که شما فرمودید، به طرف خلیفه بره یا به طرف اون صحابی که حمله کردن به خلیفه؟ به طرف حق بره. مثلا ما میگیم که الان در جنگ حالا حق کدا طرفی؟ حق وقتی که صحابی کلن صحابی پیرو پیامبر بودن و الان شما فرمودی چیز ده، حالا من اولا دوست عزیز اولا موضوع نکنید، گفتم خوب هر طرف بره. دوست عزیز اولا من گفتم که ما پیرو صحابه نیستیم و ما به هیچ کس نمیگیم که شما برید پیرو صحابه باشید، میگیم پیرو قرآن و سنت باشید. این اولا. ثانیاً کسانی که حضرت عثمان رو کشتن صحابه نبودن، بلکه باقیانی بودن که از مصر آمده بودن. مثلا حضرت علی حسن و حسین رو فرستاد به خاطر دفاع از کی؟ از عثمان خلیفه. بله. خب حضرت علی در اینجا اگر که فکر میکرد که عثمان برحق نیست در این قضیه، خب فرزندانش و جگرگوشاش رو نمیفرستاد که از اون دفاع بکنه؟ پس حتما فکر میکرد که خلیفه برحق است. اما در این که این یک فتنه‌ای بود که مسلمان ها دچار شدن، در این شکی نیست.
و ثانیاً در قرآن کریم میگه که امکان داره که دو گروه مومن با هم بجنگن، یکیش بر حق باشه یکیش باغی باشه، بغاوت کننده باشه. مانند جنگی که بین جنگ مثلا جمل بین دو نفر از طلحه و زبیر و بین ام المؤمنین عایشه و بین حضرت علی رخ داد. به خاطر همین حضرت علی با اونها نمیگفت که اونها کافرن، اونها بیدینن، اونها منافقن، بلکه میگفت که اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر ما بغاوت کردن، شوریدن. بله. ممنون از لطف کردی. برقرار باشید. زنده باشید. سلامت باشید. برای سلام علیکم. بیننده بله بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بله. دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، چون این شبهه رو خیلی از عزیزان شیعه ما دارن، فکر میکنن که حالا مثلا اگر دو نفر با هم جنگیدن حتما یکیش کافر یکیش مسلمان، حتما یکیش مشرک یکیش مؤمن، حتما یکیش ظالم یکیش مظلوم. نه اینطوری نیست. من این رو از زبان حضرت علی، این کتاب قرب الاسناد هست و این یکی از استوانه های دینی شیعه، دوستان اگر نشون بدن، این رو نوشته آقای حمیری، مؤسسه آل البیت هم این رو چاپ کرده. این هم شناسنامه کتاب. در حدیث شماره 318 صفحه 94 در قرب الاسناد میگه که جعفر عن ابی علیه السلام عن علی علیه السلام که علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرک ولا الى النفاق. حضرت علی هیچ کدام از کسانی که با او جنگیدن را مشرک و منافق نمیدانست، ولکنه کان یقول، ایشان میگفتند که هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودند که بر ما بغاوت کردند. یعنی بعضیا از علی هم میان علی تر میشن، مسلمان تر میشن. حضرت علی میگه که اخواننا، برادران ما بودن که بغوا علینا. بعد بعضی از شیعیان میگن آهای فلان لعنت به فلان، لعنت به فلان، لعنت. چی شده؟ با حضرت علی جنگیدن. خب بیشور حضرت علی با اونها لعنت فرستاده بود که تو لعنت میفرستی؟ آی فلانی کافر شده، فلانی منافق شده. چی شده؟ چرا؟ چون با علی جنگیده. مگر علی گفته بود که اونا کافر و منافق شدن؟ تو از کجا در آوردی اینا رو؟ یعنی تو از علی مسلمان تری، یعنی تو از علی بیشتر میفهمی. در مستدرک الوسائل این رو خدمت شما نشون بدم از آقای تبرسی یا تبرسی. در اینجا حاج میرزا حسین نوری تبرسی در مستدرک الوسائل، در اینجا این روایت خیلی جالبه، روایت 12445 میگه در اینجا محمد ابن داوود با اسناد خودش از علی علیه السلام روایت میکنه که انه سئل عن قتل الجمل، از حضرت علی پرسیده شد در مورد کشته شدگان جمل، چون در جمل دو کس از معروفترین صحابه ها رضی الله تعالی عنهم اجمعین به شهادت رسیدن، یکیش طلحه بود و دیگری زبیر. امشرکونهم، ای علی آیا اونا مشرک بودن؟ قال لا بل من الشرک فروا، بلکه از شرک فرار کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی مسلمان بودن، مؤمن بودن. قیل فمنافقون، پس حتما منافق بودن. قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین ذکر الله را نمی کنند مگر اندکی. قیل فما هم، ای علی پس کیو بودن؟ اینا کافر نبودن، منافق نبودن، تو اجازه ندادی که ما اینا را اسیر بگیریم، اجازه ندادی مالشون را غنیمت بگیریم، پس اینا کیا بودن؟ قال اخواننا بغوا علینا،
برادران ما بودن، انما المؤمنون اخوه. علی با قرآن صحبت میکنه، علی اولین معلم و استاد قرآن، علی قرآن رو از زبان پیامبر فرا گرفته. علی مثل شما نیست که از هوا و هوس سخن بگه بعد بگید که ما پیرو و شیعه علی هستیم. علی شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه در خانه پیامبر بزرگ شده، یعنی اولین کسی که آیات که نازل میشد، اولین کسی که میشنید علی بود و عایشه اهل بیت پیامبر بودن. اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن. انما المؤمنون اخوه، وقتی میگه اخواننا برادران ما یعنی مؤمن بودن. انما المؤمنون اخوه، علی که دروغ نمیگه، مجامله نمیکنه، علی که نمیترسه از کسی. مثل این آخوندهای ترسو و بزدل و دروغگو نیست که میگه برادران اهل سنت ما وقتی در مجالس خاصشون میرن فحش و لعنت میفرستن. نه علی منافق نبود، علی رو راست بود. علی وقتی که حق میگفت از هیچ کس نمیترسید. اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن، فنصرنا علیهم، بر آنها چی شدیم؟ پیروز شدیم. اینم از مستدرک الوسائل در کتاب جهادش این مطلب رو در اونجا آورده. و یک مطلب دیگری هم در اینجا خدمتتون از کتاب قرب الاسناد نشون بدن که در روایت این کتاب قرب الاسناد در اینجا میگه که ان علی علیه السلام کان یقول لاهل اربه، حضرت علی در مورد کسانی که با ایشان جنگیدن میگفت که انا لم نقاتلهم علی التکفیر لهم، ما اونها رو به خاطر اینکه کافرشان بدانیم با آنها نمی جنگیم. ولم نقاتلوهم علی تکفیر لنا، و نه اینکه اونها ما رو تکفیر میکنن، نه ما اونها رو تکفیر میکنیم نه اونها ما رو تکفیر میکنن. ولکن رأینا ان علی حق، ولکن ما فکر میکنیم که ما بر حقیم. و رأوا انهم علی حق، و اونها فکر میکنن که اونها بر حقن. سبحان الله، انصاف علی رو ببینید، بی انصافی پیروان دروغینش رو ببینید. و اینم در سوره حجرات هست. من خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم. الله سبحانه و تعالی در آیه 9 سوره حجرات میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم بجنگن، فاصلحوا بینهما، در بین آنها صلح بیاورید. حضرت علی این کارو کرد. در جنگ جمل جنگیدن، در جنگ صفین بعداً به صلح تن دادن، دو نفر حکم تعیین کردن که صلح بیارن. فان بغت احداهما علی الاخرى، وقتی که یک گروهی بر گروه دیگر بغاوت میکند، فقاتلوا التي تبغي، پس بکشید بجنگید با آن گروهی که بغاوت کرده است، حتی تفیه الی امر الله، تا که تسلیم امر خدا شود. فان فاءت فاصلحوا بینهما، اگر که اومدن و صلح طلبی کردن، صلح بیاری در بین اونها، بالعدل، با عدالت، یعنی حق رو به حقدارش بدین. و اقسطوا، و عدالت پیشه باشید. ان الله یحب المقسطین، که خداوند عادلان را دوست دارد، عدالت پیشگان را دوست دارد. مطلب دیگری رو که میخوام خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم از کتاب نهج البلاغه است. این کتاب که من واقعا دوست دارم کتاب نهج البلاغه رو، چون بعضا میبینیم که واقعا سخنان ناب از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، علی الرغم این که اومدن دستکاری کردن و خواستن تحریف بکنن و خلاصه چیز کنن، اما بعضا سخنان خیلی زیبا و جالبی که همه دین و مذهب آخوندهای تفرقه افکن رو برباد میکنه و نابود میکنه در این کتاب وجود دارد. این نهج البلاغه است، ترجمه محمد دشتی. ما هم چاپ نکردیم، حالا نگن که وهابی‌ها چاپش کردن. اینم در خود ایران چاپ شده. این شناسنامه‌اش هم نشون بدم. بله این چاپ خود ایران هست. و اینجا در کلام 164 در اینجا ببینید که خیلی جالب میگه. من این مطلب رو از اینجا بخونم. ان الناس ورایی، ای عثمان، مردم پشت سر منن. وقد
فرونی بینک و بینهم، من رو بین خودشون و بین تو قرار دادن. و والله ما ادری ما اقول لک، به خدا نمیدونم چی بگم به تو. ما اعرف شیئا تجهله، چیزی رو که من میدانم این نیست که تو ندانی. ولا ادلک علی امر لا تعرفه، به چیزی تو رو نمیتونم راهنمایی بکنم که تو بلد نباشی. انک لتعلم ما نعلم، تو میدانی آنچه ما میدانیم. ما سبقناک الی شیء فنخبرک عنه، ما تو در چیزی پیشی نگرفتیم که ما به تو خبر بدیم. ولا خلونا بشیء فنبلغکه، و ما یعنی پنهانی چیزی رو دریافت نکردیم که به تو ابلاغ بکنیم. و قد رأیت کما رأینا، آنچه که ما دیدیم تو هم دیدی. و سمعت کما سمعنا، شنیدی مانند که ما شنیدیم. و صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو هم صحابه پیامبر بودی. کما صحبنا، همان گونه که ما صحابه پیامبر بودیم. و ما ابن ابی قحافه ولا ابن الخطاب باولا بعمل الحق منک، عمر ابن خطاب و ابوبکر صدیق از تو اولاتر نبودن در حق، یعنی تو مانند اونها باید حق رو متابعت بکنی. و انت اقرب الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و تو به پیامبر نزدیک تر از اونها هستی. و شجیعتا رحم منهما، تو به اصطلاح صله رحم تو، خویشاوندی تو به پیامبر نزدیکتر از آنهاست، نزدیکتر از ابوبکر و عمر است. چرا؟ و قد نلت من سهره ما لم ینالا، تو 2 مرتبه داماد پیامبر شدی. گفتیم که وقتی رقیه فوت کرد، پیامبر دختر دیگرش رو به ازدواج عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم اجمعین درآورد. یعنی حضرت علی میاد میگه که تو 2 بار داماد پیامبر شدی. فالله الله فی نفسک، پس الله را در نظر بگیر. من الان این متن عربیش بود، متن فارسیش هم خدمت شما عزیزان میخوانم، ببینیم تا کجا تغییر آوردن در این. همانا مردم پشت سر من هستند و مرا میان تو و خودشان میانجی قرار دادند. به خدا نمیدانم با تو چه بگویم، چیزی را نمیدانم که تو ندانی. تو را به چیزی راهنمایی نمی کنم که نشناسی. تو میدانی آنچه ما میدانیم. ما به چیزی پیشی نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که تو را آن را به تو ابلاغ کنیم. دیدی چنان که ما دیدیم، شنیدی چنان که ما شنیدیم. با رسول الله بودی چنان که ما بودیم. پسر ابو قحافه یعنی ابوبکر و پسر خطاب یعنی عمر در عمل به حق از تو بهتر نبودند. تو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خویشاوندی از آن 2 نزدیکتری و داماد او شدی که آنها نشدند. پس خدا را پروا کن، سوگند به خدا تو کور نیستی تا بینایت کنند، نادان نیستی تا تو را تعلیم دهند. این نظر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد کی است؟ در مورد عثمان رضی الله تعالی عنه. راه ها روشن است و نشانه های دین برپاست، پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت کند. سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنت های روشن و نشانه هایش آشکار است، بدعت ها آشکار و نشانه های آن برپاست. و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگری است که خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است، که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت طرد شده را زنده گرداند. من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفت، خلاصه کلا چی است؟ نصیحت است. نصیحت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به حضرت عثمان در قضیه‌ای که قبل از شهادت ایشان مردم حضرت علی رو فرستادن که با خلیفه صحبت بکنه. بعد از اون در قضیه شهادت حضرت عثمان مثل روز روشن است که عده‌ای بغاوتگر و یاغی از مصر و از جاهای دیگر آمده بودند تا آشوبی در مدینه برپا بکنند و دشمنان اسلام خاصتا عبدالله ابن سبی یهودی که مؤسس دین رافضه‌گری است در بین آنها بود و سبب شد که سرانجام این فتنه به قتل سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بیانجامه و بابی بود که شکسته شد و بعد از اون دیدیم که به همون گونه به همان روش
تقریبا حضرت علی به شهادت رسید و بعدا حضرت حسین به شهادت رسید و همینطور تا امروز می‌بینیم که اختلاف‌ها و تفرقه‌ها بعد از شهادت حضرت عثمان در بین مسلمان‌ها ایجاد شد. بر صورت دوستان عزیز، همانطوری که در شروع برنامه گفتم، شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس است و عزیزانی که می‌خوان در برنامه مشارکت بکنن می‌توانند تماس بگیرن و در رابطه با هر موضوعی که دوست دارن میتونن در این برنامه صحبت بکنن. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام و درود خدا بر موحدین افغانستان، تاجیکستان و ایران. استاد ارجمند، اون شخصی که به شما زنگ زد و شک داشت به صحابه پیغمبر، اگر آیه 100 سوره توبه را خوانده باشد میداند که خدا گرین کارت بهشت را برای صحابه آماده کرده است. در آیه 18 سوره فتح هم که خدا گفته از زیر آن درخت هر کسی با پیغمبر بیعت کرده خداوند از او راضی است. دقیقاً. صحابه سمبل وفاداری به پیغمبر بودند. آنها در یک صف نماز می‌خواندند و به هم محبت داشتند و با هم دوست بودند. اگر ما دقت بکنیم این صحابه در نهج البلاغه علی از آنها به بدی یاد نکرده است و در جاهایی از آنها تعریف کرده، اما از شیعیان کوفه ناله کرده است و فکر کنم در خطبه 65 یا 69 نهج البلاغه علی آنها را مذمت کرده است. درست. باید به شیعیان گفت که صحابه ترازوی دین هستند. اگر ما نمیتوانیم شبیه پیغمبر بشویم، خدا به ما گفته است که شبیه صحابه بشویم و آنها را الگوی خودمان قرار بدهیم. اگر یک خار بار فروشی ترازو نداشته باشد که نمیتواند وزن کند وسایلش را. وزن ما با صحابه است، ترازوی ما صحابه هستند، ما باید از آنها الگو بگیریم. اگر اشتباه هم داشته اند، اشتباه آنها هم برای ما درس است که آن اشتباه را انجام ندهیم، ولی آنها اشتباه‌های بزرگی نکردند. در پایان باید به شیعیان گفت قرآن بخوانند و به این فکر کنند که هیچ کدام از امامان ساختگیشان، علی، حسن، حسین، اینهایی که انسانهای خوبی بودند، کسی را لعنت نمی کردند، صیغه نمی کردند، مال حرام نمی خوردند، چنگ به اموال بیت المال نداشتند، مثل این آخوندها نبودند که چپ و راست صیغه کنند و سر مردم کلاه بگذارند. مردم ایران به قرآن و سنت برگردید و به اسلام واقعی روی بیاورید. اگر دختران چادر از سر برمی‌دارند و روسری از سر برمی‌دارند، باید گل بر سر آن آخوندها گرفت که چه کاری انجام دادند، چه نکبتی انجام دادند که دختران ما، دختران مهربان ما باید الان روسری از سر بردارند و ما جز آه و اشک چیزی نداریم بگوییم. آخوند تبر برداشته و به تیشه اسلام میزنند. آهای افرادی که دنبال آخوند هستید، بدانید که این آخوندها کاری میکنن که مردم ایران، دختران عزیز ایران کشف حجاب کنن، چون اینا نه دین دارن، نه دنیا دارن، نه آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از صحبت‌های این برادر عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم جناب استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، گفتین در هر باره که دوست دارین سوال کنین. یک سوال داشتم، زیادتر به خاطر معلومات شخصی خود میخوایم بپرسانش کنم. این است که در اهل تشیع چندین فرقه وجود داره، اما تنها همی فرقه 12 امامی
زیادتر عزاداری میکنن و زیادتر قمزنی و گیریه و ایگه پا. چرا دیگه فرقه هایشان هم شکل دیگه نیستن؟ تشکر از شما. باشه، در این مورد هم صحبت میکنیم انشاءالله. من بارها به خدمت عزیزان بیان کردم که مثل یک چیزی که تکامل پیدا میکنه، مثلا میگن که آره عقیده داروین هست ما قبولش نداریم، خب اون تا یک نظریه ایست بیان میکنن، میگن که خب اول یه جلبکی بوده و یک میکروبی بوده و بعد تبدیل به جلبک شده و بعدن های سایسه این چیز شده و خلاصه ماهی شده و ماهی نمیدونم بال در آورده و بعد این خلاصه تا میمون شده و بعد انسان شده. این مذهب جامع الخرافات همه مذاهب فرق شیعه است که در طول تاریخ بوده. جامع الخرافات یعنی تکامل پیدا کرده به اینها رسیده. خیلی از فرقه‌های که بودن منقرض شدن، رفتن از بین رفتن، منتها اثری از اونها رو پیدا میکنید در فرقه اثنا عشری. البته اون فرقه اثنا عشری که میگیم منظور از این مذهب و دینی است که آخوندا ساختن. باور کنید خیلی از شیعیانی که امروز خودشون رو شیعیان اثنا عشری میدونن از این خرافات بیخبرن. حالا منتهای شیعه بودن اونها به معنی محبت اهل بیت است و به اونها صحابه رو بد جلوه دادن. اینقدر در گوش آنها خوندن که بابا این آخوندا مثلا روزه خوندن که آیی که شکستن، آیی که بستن، آیی که آتیش زدن، آیی که بردن. از خرسال اینها رو با این عقد و کینه بزرگ کردن و الا اگر واقعیت ها براشون آشکار بشه اینطوری فکر نمی کنن. به طور مثال آیه‌ای که برادر عزیزمون لحظات پیش بهش اشاره کرد در سوره بقره آیه 137 است. دوستان اگر نشون بدن که الله سبحانه و تعالی میفرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای صحابه، کسانی که بعد از شما می آیند اگر مانند ایمان شما ایمان بیاورند، مانند شما هدایت بشن، مانند شما پیرو قرآن و سنت بشن، هدایت یافتن. و این تولوا، اگر روگردانی کردن از هدایت شما، از روشی که شما با اون روش هدایت شدید و ایمان آوردید، فإنهم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. و اگر اینها پشت بکنن، اگر اینها برگردن، اگر اینها قبول نکنن، پس جزی نیست که در ستیز با حق، پس به زودی الله تو را از شر آنها کفایت می کند. همونطوری که می بینیم هر چقدر که این دین آخوندیزم، هر چقدر که این آشکارتر میشه، هر چقدر که این فعالتر میشه، هر چقدر که منتشر میشه، به همون اندازه تنفر و انزجار مردم از اینها بیشتر میشه. شما الان من خطاب من به کسانی است که سنشون بالای مثلا 50-60 ساله در ایران. شما را به خدا شیعیان زمان شاه صادق تر بودن یا شیعیان الان صادق تر؟ در این شکی نداشته باشید که اونا صادق تر بودن. پایبندی دینی ملت ایران در زمان شاه بیشتر بود یا الان بیشتره؟ یقین 100% داشته باشید که در اون موقع بیشتر بود. چون اینها اومدن به نام تشیع و به نام اهل بیت و به نام امام زمان، اهل بیت و امام زمان و ائمه و دین و قرآن و اسلام رو بدنام کردن که امروز یک کسی بلند میشه، یک فاحشه سیاسی بلند میشه میگه که اسلام نجس، چون اینها اسلام رو نجس کردن، اینها اسلام رو تحریف کردن، اینها اسلام رو بدنام کردن. باور کنید من کسان شیعیانی رو دیدم که وقتی هدایت شدن و پایبند شدید قرآن و سنتن اما چادر سیاه نمی پوشن. خب یکیشون گفتم شما چادر سیاه نمی پوشید؟ خب چادر سیاهی که مثلا زنان شیعه می پوشن خیلی به حجاب اسلامی نزدیکتر است از این مثلا مانتو و لباسی که شما می پوشید. میگه ما از این لباس متنفریم، ما نمیخوایم شبیه اونها باشیم. شما ببینید
مردم رو از لباس و حجاب و روسری و قرآن و اسلام و دین و از همه چیز متنفر کردن و این خدمتی است به دشمنان اسلام که باور کنید اگر یهود و نصارا سالها زحمت میکشیدن نمیتونستن همچین خدمتی رو انجام بدن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. از طریق واتساپ بیننده‌ای که تماس گرفتن متاسفانه تماس ایشون قطع شد و بله. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد مهربان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. زمره صافیستم از افغانستان، از کابل. زمره صاحب بفرمایید برادر عزیز. تشکر صاحب. من از همین بینندگان عزیزم یک سوال دارم که همیشه تفرقه مندازم. آیا زمان پاتونیون یادشان میاد سوریه و همیشه ما را اخطار میتن که 18,000 نیروی پاتونیون در ایران است که هر وقت ما بخوایم در افغانستان روان میکنیم سرای شما را میبریم. نمیخوام تفرقه بندازم، اما چیزی که شنیدیم از اخبار، از تلویزیون ها و امروز اینمی مکتب کاج وقتی که منفجر میشه مهم باشی صاحب که این سپاهی کار کرده، سپاهی در پاسداران شکی نیست، شکی نیست داری، شکی نیست. این شما بیخی مطمئن باشین. شما ببین در اوج ناتفاقی خود از این خونده ایران علم حضرت رضا را منفجر میکنن که باش برای مردم بگوین که دشمن در کمین است، در حالی که خود از جایی کارا را میکنن. مثل که یک چند سال پیش در خوزستان اینا آمدن یک چند نفر در 22 بهمن زدن کشتن که ببینی که داعش اینجا رسیده. تماما ازیف ری مردم شیعه مذهبای دنیا را میده و میخواهند که شیعه مذهبای دنیا مثل یک گرگ و سنی مذهبا نگاه کنند و سنی مذهبای تندرو و مثل یک گرگ به طرف شیعه مذهبای عزیز ما که بسیار مردمای خوب هستند و بسیار زیاد در ایران زندگی کردیم، بسیار زیاد زندگی کردیم، اما تفرقه بین مردمای پایین نیست استاد محترم، بین سیاسیون است و کسایی که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن. خدا کنه کدام گپ بد نزده باشم، اما هر بمبی که در افغانستان فعلا منفجر میشه شما مطمئن باشید که 70 تا 80% را سپاه پاسداران علیه شیعه مذهبای افغانستان انجام میدهند و همینطور در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان، در سودان و جاهای دیگر. خدا کنه که گپای بد نبوده باشه و دوست کسایی که گوش میکنن این تلویزیون هیچ وقت شما سرطان و درد نبیاری. کار سپاس انشاءالله تعالی و دور خداوند این دولت از بین میره، مردم در صلح آرامش زندگی میکنن انشاءالله. خدا شبتان خوش. سلامت باشید. شبتان خوش. خداحافظ شما برادر عزیز. خداحافظ شما. تشکر میکنیم از دوست عزیزی که از افغانستان تماس گرفته بودن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله. خوبه آقای انصاری؟ سلامت باشید. آقای انصاری اگر فرصت بودی با هم حرف صحبت کنیم، یه شماره تلگرام بهم بدی. سید علی خامنه‌ای واسه کردستان یه دونه آخوند و فرستاده، خودشو سنی معرفی میکنه، خودشو مرجع سنی معرفی میکنه، فتوای صیغه میده، بعد فتوا میده شراب حلاله، به خلفای راشدین معاویه بد و بیرا میگه، حتی به خدا هم بد و بیرا میگه. اگر وقت کرد یه شماره تلگرام بده، بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم و اون ویدیوهایی چی از واسط بفرستم.
باشه، به همین شماره واتساپ میتونید بفرستید، همینجا میتونیم با هم صحبت بکنیم انشاءالله. چند بار فرستادم نگاه نکردی؟ والا یعنی صدها پیام میاد، شاید وقت بگیره برای جواب دادن، اما حتما جواب خواهم داد. آخه من یه مهدومه فرستادم. آقای انصاری، این آخوند اگه از بین بره، سید علی خامنه‌ای بعدن میگه این مرجع سنی بوده، به خاطر همین میگه خودشو به قول دلسوز اهل سنت هم معرفی میکنه، با شبکه کلمه اینا بیشتر صحبت میکنه. اسمش آخوند قدمی نمیدونم میشناسی یا نه، شاید بشناسی. درست. باشه، شما کلیپاشو بفرستید، انشالله من در برنامه هفته آینده در موردش صحبت میکنم انشالله. به خاطر خدا پیگیرش باش، چون اگه بعد از مردن سید علی خامنه‌ای از این استفاده میکنه، درست. میگه صیغه حلاله یا مثلا صیغه رو حلال کرده، بعد مشروب رو حلال کرده، به معاویه، به ملائکه، به خلفای راشدین بد و بیرا میگه، حتی به خدا هم بد و بیرا میگه. من اصلا میفرستم حتما پیگیر بشه، چون آخونده درست استفاده میکنن بعد از مرگش، حتی الان هم نباشه بعد از مرگش استفاده میکنن. درست میفرستم حتما پیگیر باشه انشالله، به خاطر خدا. تمام. تشکر از شما. خداحافظ. بفرستید دوستان عزیز، اگر کلیپی مطلبی زیبایی که فکر میکنید لازمه در برنامه نشر بشه بفرستید، انشالله من بررسی میکنم و در برنامه هفته آینده پخش خواهم کرد. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. خواهش کردم برادر عزیز. بفرمایید. انشالله خوب هستین، صحتتون خوب است؟ سلامت باشید. نام من محمد کبیر است، از افغانستان به تماس شدیم. بفرمایید برادر عزیز. کبیر جان در خدمت شما هستیم. استاد محترم، امی شبکه‌های کلمه است، یک شبکه‌های دیگه به نام ولی اثر. این شبکه کلمه را ببینی که مثلا این برنامه‌اش که ترکیب بکنی که یا یک چیز دیگه تعریف میکنن و دیگه شبکه ولی اثر یا خب بازد دیگه سنی مذهب ها هستن. آخر امی سرانجام این کسایی که خدا مثلا پیشگام چی میگیرن، دین میگیرن، آخر از چی میشه یا با کدام سروان هستن؟ آخر چرا قدر بدبختی، چرا قدر جهالت؟ حیران میمونی که خدا یکی رسول، یکی پیغمبر، یکی، پس چرا مثلا در تفرقه قدر فتنه را بین از یاز قدر بی اعتمادی را بد میگه، این را بد میگه، یک تعداد مردم با وقت بیخرای خود گم کرده. برادر عزیز، برادر عزیز اختلاف یک طبیعت انسانی است. الان مثلا شما در یک خانه هستید، طبیعی است که با برادرتان، با خواهرتان هم نظر نیستید در طرز لباس پوشیدن، در سخن گفتن، در فکر کردن. در یک خانه مثلا یک خواهرتون مثلا دکتر، برادرتون مهندس، شما مثلا مدیرید، فرق میکنه انسان ها. این اختلاف یک چیز طبیعی است و منحصر به اسلام هم نیست. مثلا الان شما در کل جنگ های شیعه و سنی، کل جنگ های مسلمان ها رو جمع بکنید، در طول تاریخ حساب بکنید 1 میلیون نفر کشته نشده، اما تنها در جنگ جهانی اول و دوم بیش از 100 میلیون نفر کشته شد، در حالی که کشورهایی که در این جنگ ها با هم درگیر بودن همه مسیحی بودن و همه پیرو یک دین بودن. قبول از استاد. بله. الان مثلا در آیا دکترها با هم دیگه اختلاف ندارن؟ الان مثلا همین حکومت جمهوری که در افغانستان بود، در رأسش اشرف غنی بود، همه دموکرات ها و تکنوکرات ها و نمیدونم آتشخالا رو از اروپا و آمریکا جمع کرده بود، آورده بود، همینا در بین خودشون اختلاف نداشتن. داشتن استاد محترم، داشتن. و این تا روز قیامت است برادر، خاطر جمع باشه که تا روز قیامت هست، چون تا وقتی که شیطان باشه هست. شبکه شما را درست میشه تعقیب میکنم با واقعیت که از او شبکه کلمه هم که من چند روز که چی کردم، اما تو
دنبال کردم خب برنامه دیدم که هم یک سوی رهی روان هستند. او خب ولی اصر که مربوط به برادرای اهل شیعه میشن. بله. از یارم گوش کردم پیشتر یک مصاحبه که از آخوندهایش گوش کردم با کسر اصحاب من توصیف کرد. پیش سفیر از صبح دست پیش خدا میری آیا تو هم حقیقت در پیش خدا چی جواب میدی؟ چرا حقیقت رو مردم نمیگی؟ خب همین است برادر عزیز، همین است که بله همین است که ببینید میآیند یک جوان شیعی رو به اندازه پر میکنن که حاضر میشه برادران اهل سنتش رو بکشه و یک سنی را اینقدر پر میکنن که بره مثلا در بین اهل تشیع خودش رو منفجر بکنه. و وقتی که ما بگیم که از برای خدا دین ما یکی، کتاب ما یکی، قبله ما یکی، پیامبر ما یکی، شما به مقدسات ما توهین نکنید، ما به مقدسات شما که هرگز توهین نمی کنیم. آن شما کدام سنی را دیدید که به مقدسات شیعه توهین کرده باشه؟ به حضرت علی توهین کرده باشه، به حضرت فاطمه؟ گرفتم شما از ما کنستاندن بزرگ هستین و شما را احترام داریم، نور چشم ما هستین چون که شما پیشوای عالم هستین و مردم جامعه را از علم که دارین آگاه می سازین. این خودم دینمی سندم 27-28 ساله است دمی افغانستان دیگه جایی طرف هم نرفتیم و به می علم به می فکر خودم که تحقیق کردیم با خدا از دین سنی کرد ایره چون که اول می خدا بشناس با خدا را بشناس. از دمی مذهب سنی مذهب کرد این باوکت که یک این اصل امی چی که از اصل این از بین مذهب ها که از بالاترینش عالیش همی اهل سنت است چون که امو حسین را که مردم اهل شیعه دوست دارن خلاصه امو از عیسی گرفته حسین علی گرفته کل تمام چیزی که در قرآن است و رسول خدا گفته ما با کلش احترام داریم و دوست داریم. اما این مردم های دیگه که هستن ایره بد بگو ایره بد بگو ایره بد بگو چرا؟ به خاطر چی؟ درست برادر است. ما دین روز از همین عالم خدا ببخشش محسنی ده عالم شیعه است اونو مشناسید شما میچون که عالم جهانی است. بله. از اهل تشیع است. یعنی پارس فکر کنم که پارس ها چه وقت فوت کرد. درست. اصل اگر مردم شیعه میخوان که با واقعیت به سوی راه راست برن و یکتاپرستی برن وزی خودزنی و وزی مثلا که ای پیغمبر بد بگو یا ای یار اصحاب بد بگو فقط میتونن راه محسنی رو تعقیب بکنن. با واقعیت روز سخنهای دیره ما گوش کردم بسیار لذت بردم. چه یک امام چه یک آدم نورانی چه حقایق را بیان میکنه باید راه از او رو تعقیب بکنن. اگر میخواهند که فردا روز پیش خدا سر بلند باشن پیش رسول سر بلند باشن پیش همون نواسای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که حسن و حسین است علی است یار چهارم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در پیش هم در دنیا سر بلند باشن راه از این رو تعقیب بکنن انشاءالله از این گمراهی نجات میافن. دیگه خدا کنه که از گپای مستاذ محترم دیگه چون که بیادبی نکرده باشم شما عالم هستین و من داده توان خود حرف زدم دیگه قربانتان شم. سلامت باشم. همین گپم دیگه گپ آخریم در شیعه و سنی نمیست که به راه راست تعقیب بکنیم. گفته خودت بیشتر دنیا و آخرت ایمان ببریم دیگه پشتی گپا و اینو هم بلد نمیخورم. تشکر قربانتان. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. الله مطالب استان کنه. خدا حافظ شما. یکی از مشکلات بزرگی که متاسفانه دارند علمای شیعه یعنی صادق نیستن در خیلی از حرفایشان. مثلا در منبر میاین ما با هم دوستیم برادریم فلانیم اینیم. مثلا امین آصف محسنی رو برادر عزیز آیت الله شیخ آصف محسنی رو من
کتابهایش رو خواندم. مثلا کتابی داره به نام صراط المستقیم. شما برید در کتابهایی که به عربی نوشته کرده ببینید چه توهین‌ها و اهانت‌هایی به اصحاب پیامبر کرده. اما چون در افغانستان اینا جامعه رو دیده گپ میزنن، جامعه رو دیده صحبت میکنن، مصلحت دیده صحبت میکنن. والله برادر عزیز، اگر این علما صادق باشن ملت هیچ مشکلی نداره. مگر شما با یک برادر هزاره‌تان در کابل که در همسایه هستید، در کنار شما کار میکند، شاید در یک اداره با هم دیگه رو به رو بشینید کار بکنید، مگر مشکل دارید؟ ندارید. مشکل رو کی ایجاد کردن؟ علما ایجاد کردن. مشکل رو کی ایجاد کرده؟ دولت ها ایجاد کردن. آمدن ملت ها رو به جان همدیگر انداختن تا کرسی خودشان را حفظ کنن، تا مقام و منصبشان را حفظ کنن. والله من شاهد این بودم که با یک آخوندی دوستان صحبت میکردن در یک موضوعی، قانع شد، گفت حرف شما صحیح است. در این موضوع گفت حرف شما صحیح است. گفتیم که خب تو همین حرف رو برو در ایران سر منبر بگو مثلا در فلان چیز اهل سنت بر حق هستن، چرا ما باید با آنها بجنگیم؟ مثلا چرا با آنها دشمن باشیم؟ اوهو، گفت من برم این حرف رو بزنم، گفت پدر منو در میارن، خلع لباس هم میکنن، زندان هم میکنند، این لقب آیت الله و حجت الاسلام را از من میگیرن. پس اینا به خاطر اینکه جیبشون پر باشه، بازار فریبکاریشون گرم باشه، دکانهایی که به نام دین باز کردن، تجارتی که به نام دین دارن این پر رونق باشه، باید بین ما و شما اختلاف بیندازن، باید مسلمان ها رو به جانم دیگه بیندازن. تنها راه فلاح و رستگاری و وحدت و همبستگی مسلمان ها این است که آنچه که از خرافات و خزعبلاتی که در کتب هست و اشخاص تفرقه افکنی که مثلا مانند کلینی، مجلسی، هر کسی که میخواد باشه در هر دین و مذهب، اینا رو ترک بکنید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید. ریسمان محکم الهی چیست؟ کتاب الله هست. ریسمان محکم الهی کتابی است که در او هیچ شک و شبهه‌ای نیست. من در اولین برنامه‌ای که چند هفته قبل رفتم این با موضوع اشاره کردم که بیایید ما یک اساس و بنیادی برای وحدت بین مسلمان ها ایجاد بکنیم که این اساس و بنیاد قرآن باشه. مثلا شما عرض کردم میخواید یک خانه‌ای بسازید، یک بنیاد محکمی براش میسازید که از باد و باران و طوفان و زلزله و حوادث طبیعی در امان باشید. ما اگر میخوایم وحدت بین مسلمان ها ایجاد بکنیم باید همچین اساس محکمی داشته باشیم، تهداب و بنیاد محکمی داشته باشیم. و این بنیان محکم چیست؟ ریسمان محکم الهی، قرآن کریم. بر اساس قرآن بیایید با هم وحدت بکنیم. قرآن میگه که آیه‌ای که دوست عزیزمون پیشتر بهش اشاره کرد، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره. الله سبحانه و تعالی راضی شد از آن کسانی که در بیعت حدیبیه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کردن؟ بیعت کردن. آخوند میگه نه، الله راضی شد اما بعدا ناراض شد. تو مگه بعدا کنار الله نشسته بودی خبر داری که بعدا ناراض شد؟ ما میگیم که بیایید به صحابه توهین نکنید. الحمدلله اهل سنت که به هیچ کس توهین نمیکنن. تا حالا دیدید که یک سنی مثلا اومده باشه به کسی توهین کرده باشه از ائمه شیعه، مثلا به حضرت علی، به حضرت حسن، به حضرت حسین؟ والله ما از شما بیشتر اونا رو دوست داریم و ما تقیه نداریم. شما تقیه دارید، در جلوی ما یک چیزی میگید، پشت سر ما چیز دیگری میگید. ما اینو نداریم. ما واضح و آشکار میگیم که ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به اندازه دوست داریم که اگر به اونها در نمازمون درود نفرستیم نمازمون درست نیست. پس
اساس و بنیاد وحدت این است که قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی ما سنت صحیح میگیم، اقوال علی، اقوال امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسن، امام حسین، روایت های اینا به والله بیشتر از در کتاب های ما از کتاب های شما بیشتره. و من در یکی از برنامه این رو گفتم و ارقامش هم دارم. از حضرت علی شما چند روایت ها در کتابتون دارید؟ ما چند روایت داریم؟ ما از شما شیعه تریم، ما بیشتر از شما حضرت علی رو پیروی و اطاعت میکنیم. همین در لحظاتی پیش نشون دادم. حضرت علی میگه که اینها برادران ما بودن که با ما جنگیدن، نه کافر بودن نه منافق بودن. شما میگید نه خیر، کافر بودن، منافق بودن. 4 تا فوش دیگه هم بهشون میدید، لعن و نفرین هم میکنید. پس در حقیقت پیرو علی و اهل بیت ما هستیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. استاد خنجور بخیر، جان خنجور است. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. ما از افغانستان زنگ زدم استاد خان، از مزار شریف. بفرمایید برادر عزیز. استاد جان، مسئله سنی و شیعه بسیار زیاد از اختلافاتش بین مادهی بسیار دقیق ما شما مسلمان هستیم میفهمیم، مگر بین سنی ها پس لسان پروردگار تاول اختلافات کرده، انجیل، تورات، زبور، دی مردم اهل سنت نداره. چی خواستا که مردم اهل تشیع نه ای گپا را دامن میزنن یا خونای ایران، برادر ای گپای ناق میزنن، در دین یک پرگرام دیگه جور میکنن، ای خود دست مافیای دنیا است، دست یهود نصارا است، کارا را میکنن. اگر دست نمی یا خونای ایران است، خداوند تعالی سر ما و شما رحم کنه. همی مردم اهل سنت خدا با این فضل خدا کدام مشکلی نداره. اگر اهل سنت پاکستانی باشه، ایرانی باشه، کلش با ما اهل سنت هست. درست درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب سن کنه. سلام و رحمت الله. بله واقعا یعنی اهل سنت با هیچ کس مشکل ندارن. شما در طول تاریخ یک حکومت سنی رو نشان بدید که بر اساس مذهب، بر اساس قوم یا بر اساس دین با کسی جنگیده باشن. شاید در مسیر تاریخ اشخاصی بودن، گروههایی بودن، اما این که یک حکومت واقعا اسلامی که بر اساس حکم الله سبحانه و تعالی حکم کرده باشه، هیچ وقت در پی نابودی، کشتن و از بین بردن شیعیان نبودن، الا که اونها توطئه کرده باشن. مثلا من بارها گفتم عثمانی‌ها در جهاد با اروپایی‌ها بودن. هر وقتی که اینا میرفتن با اروپایی‌ها درگیر میشدن، پادشاه صلیبی به صفوی‌ها خبر میداد که حالا نوبت شماست که ما رو نجات بدید. بعد صفوی‌ها از پشت حمله میکردن به عثمانی‌ها، اینا رو مشغول میکردن به اونجا که از جنگ صلیبی‌ها اینها منصرف بشن، تا اینکه در زمان سلطان یاوز سلطان سلیم رحمه الله لشکری جمع کرد و خلاصه ریشه صفویت رو تا همدان کند. از اون طرف افغان‌ها آمدن تا اصفهان رو گرفتن و بزرگترین غده سرطانی که صدها سال در بین مسلمان‌ها، شما تصور بکنید که صفوی‌ها هر شهر اهل سنت رو که می‌گرفتن، یعنی شاید خیلی از عزیزان ما در افغانستان، در ایران ندانن که این ایرانی که امروز مثلا حالا میگن 80% شیعه است، در زمانی 99% سنی بودن. 99% سنی بودن. صفوی‌ها آمدن اینها رو به زور، یعنی آتیش روشن میکردن، میگفتن که یا به ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه توهین میکنید، نسبت فحشا به اونا میدی، یا اینکه میندازیم تو آتش. کسی که قبول میکرد اوکی رهاش میکردن، کسی که قبول نمیکرد مینداختنش تو آتش. به خاطر این تا امروز که امروز است، یک از فحش هایی که به هم دیگر میدن میگن پدر سوخته. اصل پدر سوخته از اون زمان مونده، چون فرزندان همونایی رو که سوزاندن، اونها رو بردن در مدارس اوضاع علمی درست کردن و اونها رو شیعه کردن.
کل ایران رو عوض کردن، مذهبش رو به زور، با سوزاندن، با قتل، با تجاوز. و این واقعیت تاریخی است که شما اگر کتاب‌های آقای خنجی مثلا نوشته در مورد جنایت قزلباشان این رو بخوانید، تعجب میکنید که واقعا آیا در ایران همچین انسانهایی به نام اسلام حکومت کردن؟ و الان هم نمونه هاشون رو داره. همین نواده های صفوی ها رو دارید میبینید، آخونده رو که در ایران چه وضعیت رو راه انداختن. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما داره پخش میشه. بیننده گرامی صدای شما مشکل داره، اگر بله بفرمایید. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب تشکر میکنیم از این برادر عزیز. تماش شما مشکل داشت متاسفانه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. بخیر باشید، جور باشید، شب شما بخیر. بنده از افغانستان به شما زنگ زده، بخوایم از شما یک پرسان داشته باشیم. بفرمایید برادر عزیز. شما مقلد هستی یا غیر مقلد؟ یک تقلید مذهبی را که همین 4 مذهبی اهل سنت و الجماعت داره، آیا از مذاهب 4 از کدام از همین مذاهب 4 مذهب کدامی که تقلید میکنی یا خیر؟ ما 4 مذهب تقلید میکنیم، حرفای خوبشان رو. یعنی
God. The big question is أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. خبر خوب برای بینندگان فیلم های غیر اخلاقی، فیلم های پورن، سکسی، مستعجل. اول باید این شما بدونید که طبق آماری که گفته میشه هر ثانیه 28,000 نفر وارد سایت های پورن میشن، سایت های سکسی میشن. 1/3 هم زنا هستن. این غیر از اون است که در کامپیوترهای خود نگه داشتند و غیر از چیزهای دیگه است. خداوند صبر داره، برای بشر صبر میکنه. و این یک معضلی شده بعد از ورود اینترنت. قبلا که ویدیوها بود، حالا اینترنت، سینما که اومد یک مصیبت، و الان دیگه اوج گرفته، چون که به راحتی با چند کلیک میتونی به بدترین جاها بری. ولی خبر خوب دارم برای اینایی که تماشا میکنند. ولی اولش بذارید چند خبر بد بگم، بعد از اون آخرش خبر خوب بگم. خبر بد اول این است که انسانی که به فیلم های سکسی نگاه میکنه توانایی تصمیم، اینا رو که دارم براتون میگم از مجلات علمی گرفتم، نه از مثلا حرفای روحانیون، مثلا فرض کنید روحانیون دینی، حالا سنی یا شیعه یا معلمین اخلاق، نه، کسایی که شاید خودشون هم نگاه میکنن، دانشمندایی که فقط تحقیق میکنن، کارشون تحقیق پول میگیرن. اولین بدیش اینه که انسان نمیتونه درست تصمیم بگیره. چرا؟ برای اینکه اسکن مغناطیسی نشون داده که نایه‌ای که مسئول پاداش در مغز است، یعنی شما کارو خوب میکنین مغز بهت پاداش میده، اون وقتی که شما صحنه‌های مستهجن رو نگاه میکنی به طور غیر عادی فعال میشه. عادی فعال نمیشه. مثل که شیر آب شما باز کنی، به اندازه میخوای باز کنی، یه دفعه اصلا شیر آب بپره و همه هر چی دلش میخواد آب بیاد. یک چنین چیزی در مغز رخ میده، به طور غیر عادی فعال میشه. به محض اینکه به فیلم‌های سکسی نگاه میکنید، تستوسترون، دوپامین، اکسیتوسین، اینا افزایش پیدا میکنه. ترشح در مغز به صورت سیلاب میاد، باعث میشه که خسته بشه مغز. خیلی ساده، باعث میشه که مغز خسته بشه و این باعث میشه که فرایند یادگیری و یادآوری مختل بشه. پس انسان در این صورت نمیتونه درست تصمیم بگیره. خبر بد دوم که از خبر اولم بدتره این است که کسی که فیلم‌های سکسی رو نگاه میکنه به گفته دانشمندا هرگز احساس خوشی نمیکنه. چرا؟ برای که دوپامین ماده‌ای است که در مغز ترشح میشه. وقتی که انسان خبر خوبی بهش میرسه یا حادثه خوبی رخ میده، این ماده ترشح میشه. مثلا شما پول به دست میاری، معامله میکنی، پول به دست میاری، خوشحال میشی، این ماده ترشح میشه، احساس شادی میکنی. یا یه کاری که در کارش موفق هستی، درس خوندی یا هر چی، این در وقتی که شما به فیلم‌های سکسی نگاه میکنی این ترشح میکنه دوپامین، ولی به صورت عادی نه، خیلی زیاد. و خیلی زیاد میشه، باز دیگه خسته میشه، ترشح نمیکنه. زیاد که ترشح کنه دیگه خشک میشه. که خشک شد تو دیگه احساس خوشبختی نمیکنی. اینا همه تو مغزت اتفاق میفته. چی کار میکنی؟ دنبال یه چیز بهتر میگردی، یه چیز بدتر میگردی. به نظر ما، حالا به نظر خودت بهتر، کسی که این فیلم ها رو نگاه میکنه، و بازم دوپامین ترشح میشه، بازم مغز خسته میشه، تخریب میشه. یعنی یک روند تخریب کامله. هی تو میخوای به مغزت چیز بهتری بدی، اون بیشتر خسته میشه. به طور کلی مغز رو تو از کار میندازی، سلول ها خراب میشن. خبر بعد سوم که خود منم تا حالا نمیدونستم، قرآن به ما گفته بود ولی ما نمیدونستیم، دیدن زنهای آراسته هم عین همین مشکلی در پیش میاره. لازم نیست که حتما فیلم سکسی رو ببینی. زنایی که بسیار آراسته میان بیرون و اینا هم باعث هم میشه که دوپامین ترشح میشه، باز آسیبش ما متوجه نمیشیم، دیر متوجه میشیم. همون هم اعتیاد میاره، مثل مواد مخدر. پس باید عکسای زنای بزک کرده، حتی خود زنا رو هم نگاه نکنید، زنایی که به اصطلاح آرایش میکنه میان بیرون. اینجا یک نکته بگم،
ما به طور تصادفی گاهی برنامه ما میخوره بعد امروز حادثه عظیمی داره تو ایران اتفاق میفته و اون تظاهرات بر علیه حجاب و بر علیه دولت به طور کلی حجاب بهانه شده. حتی یکی از بینندگان نوشته بود که آقا شما طرفدار دولت هستی. من نفهم به کدوم دلیل گفت، اما دلیلشو نگفت. ولی من باید یک توضیح بدم. اینجا الان ما گفتیم که زنا رو تماشا نکنید، زنایی که آراسته هستن، خود آرایش کردن، محرم نیستن ها. حالا محرم تماشا کنیم این چه فایده‌ای داره؟ برای همین عروسی اینقدر خوبه. ولی ما نگفتیم که زنا آرایش نکنن. زنای مؤمن میگیم نکنن، اما زنای غیر مؤمن کار نداریم. ببینید خداوند، ما میرسم بهش، خداوند به مردم میگه که چشمای خود فرو ببندید، نمیگه زنا رو ببندید. منظورم زنای غیر مؤمن است، بذار آزاد بگرده، اما تو نگاه نکن، چون به هر حال میان جلو دیگه. داستان اینجوریه. پس ما با حجاب اجباری مخالفیم، فقط برای مؤمنات میخوایم. این یادتون باشه. هر وقت من از حجاب صحبت میکنم منظورم برای مؤمنات است. پس الان به آیه‌اش هم میرسیم. پس زنای آراسته هم ضرر داره. باید که مسلمان‌ها به طبق دستور قرآن چشم خود رو به اصطلاح درویش کنن، به زبان عامیانه فرو بپوشانن به زبان ادبی و نگاه نکنن به زنا هم. همه اینا چارش عروسیه. یک خبر بد دیگه این است که انسان که فیلم‌های خراب نگاه میکنه چی میشه؟ این آقای دکتر اریک نستله میگه، عصب شناسه، دیدن این فیلم‌های خراب باعث میشه که در مغز تغییرات جدی پیش بشه، انسان فحاش میشه، متجاوز میشه، دوست داره دعوا کنه. علتش هم این است که اکسیتوسین که عامل اعتماد بین انسان هاست در مغز این آدم زیادتر ترشح میشه، به وفور ترشح میشه. این باعث از این چیز خوبیه ولی برای زن شوهر. ولی این صحنه چون در اون عشق حقیقی است، در صحنه تو به که عشق ورزی میکنی در دیدن فیلم های سکسی؟ عشقی وجود نداره، عشق مجازی است. لذا این باعث میشه که شما پرخاشگر بشی. مثل میدونی چی میمونه؟ جلوت کبابت بذارن تو ببینی لذت هم ببری اما نخوری. اینجوریه دیگه تقریبا. لذا دیوانه‌وار تحت شهوت قرار میگیری و میتونی که تجاوزگر جنسی بشی، به کودکان تجاوز کنی. آقای ویکتور بیکلین دکتری هست که میگه طبق تحقیق گفته که تماشای صحنه‌های مستهجن باعث ایجاد رفتار غیر طبیعی میشه، باعث تجاوز جنسی، آزار جنسی، فضولبینی و پرخاشگری خصوصا برای کودکان میشه و میتونه به خودکشی هم منتقل بشه، به قتل هم منتهی بشه. بسیاری از این جنایتکارانی که میگیرن میبینی که ریشه کارشون در فیلم‌های سکسیه. اما نمیگم که همشون این کارو میکنن، اما این خطر رو افزایش میده. یکی از بدترین ضررهای دیدن فیلم‌های خراب این است که انسان رو از لذت جنسی محروم میکنه. عجب، این برای لذت جنسیه. دکتر همین ویکتور کلین میگه که آقا روند جنسیش دیگه مجازی میشه. در جهان حقیقی اگه زنم جلوش بیاد این لذت نمیبره، همه چیزش مجازی شده، در خیالات زندگی میکنه و شادی رو از دست میده و دیگه ازدواج هم نمیکنه. پروژه ازدواج چی میخوره؟ یعنی لذت جنسی حقیقی ازش میره بیرون. متوجه هستید؟ و باز که دنبال رضایت چی نیست، دنبال زنا میره، یعنی از زن خودش خود دیگه لذت نمیبره و دنبال این تو در دور ما در دنیای عجیبی میبینیم. من اون روز خونده بودم که سالا پیش البته خونده بود که آقای با زنش دعوا میکنه تو اسرائیل، میره توی هتلی میگه که چی کنن؟ یک زن برام بیارید. هتلی میگه شماره رو میده، یک زن براش میاره، در که باز میکنه من زن خودشه. زن خودش اومده برای اونام کار میکرده. فیلم‌های خراب انسان رو به اینجا میرسونه. متوجه هستید؟ یعنی زن خودش این رفته با یک زن دیگه چی کنه؟ زن خودش به عنوان فاحشه اومده پیشش. اما جالب اینه که داشتن رابطه جنسی بین زن و شوهر مفیده. چرا؟ سیستم ایمنی همسران رو به کارکرد مغز رو بهبود میبخشه. یعنی شهوت سالم چی است؟ حالا چرا؟ برای اینکه در این وقتی که انسان به شهوت سالم داره با همسر خودش، دوپامین و اندورفین و اکسیتوسین و سروتونین و سایر مواد در مغز ترشح میشه. ببین من حتی این اسما رو شاید درستم نخونم، اینا رو دارم از دانشمندا براتون نقل میکنم. این باعث میشه که بین اونها همین با شما فیلم نگاه میکنی اینم ترشح میشه، اما با کی صمیمیت میاد؟ با هیچ کس. ولی اگه اینو نگاه کنی به عرضم به حضور شما برای بین زن و شوهر صمیمیت میاد. یعنی همین موادی که اونجا ضرر داره اینجا فایده داره.
متوجه هستید؟ تو با زن فاحشه که نمیتونی صمیمیت داشته باشی و پولش میگیره میره، یا با فیلم مجازی، با فیلم های سکسی که نمیتونی داشته باشی. مثلا ماده استوسین که بهش میگن ماده اعتماد، ببینید چه وقت تولید میشه. وقتی که مادر بچه به دنیا میاره، این تولید میشه در مغزش، اعتمادش زیاد میکنه، باعث تقویت اعتماد و محبت بین فرزند تازه به دنیا آمده به مادر میشه. عین همین برای زن شوهر اتفاق میفته. ولی اگر این ماده ترشح بشه، جوری دیگه براتون بگم، به زبان ساده بگم، حالا دیگه مسائل علمی رو ساده گفتم. آقا شما دوای اشتها میخوری، غذای در کار نیست، عکسش هست. دوای محبت مادری میخوری، بچه جلوت نیست که به او محبت کنی، دیوونه میشی دیگه. متوجه هستید؟ پس درست چیزی که برای زن شوهر مفیده، همون ماده‌ای که ترشح میشه. برای کسایی که فیلم‌های خراب نگاه میکنن، فیلم‌های خراب فقط فیلم‌های سکسی نیستا. گفتم زنای آراسته، من گفتم اینو نمیدونستم، دیدن زنای آراسته هم ضرر داره، حالا درجاش کمتره. متوجه هستید؟ در حالتی که شما فیلم‌های مستهجن نگاه میکنید، استوسین ترشح میشه، اما هیچ رابطه عاطفی وجود نداره و باعث سردرگمی مغز شما میشه. متوجه هستید؟ در حالی که در مورد چی برعکس، ازدواج به کمک میکنه که انسان خلاق بشه. چرا که ناحیه پیشانی جلوی مغز که قدرت تصمیم گیریه، همین موادی که ترشح میشه به انسان کمک میکنه. برای همین آدمایی که زن میگیرن میبینی که عاقل‌تر میشن، برای اینکه ماده مغزشون ترشح میشه. اما این برای کسایی که فیلم‌های خراب نگاه میکنن، عرضم به حضور شما بدبختی میاره. یک چیز یادتون باشه، اینجا پدر مادرها مسئول هستن که بچه‌های خودشون رو زودتر زن برای زن بگیرن. اگه بچه‌ها زودتر زن بگیرن، دخترم زودتر شوهر میکنن دیگه. ولی مادری که میبینی که بگه آقا من میخوام برای پسرم زن بگیرم، مادر میگه بچه من که شاهزاده است، یه 10 سال دیگه صبر کنم مناسب پیدا بشه، 10 سال دیگه باز همین آشو همین کاسه است و بچه رو خراب میکنه. باز میگه چی؟ لذا پدر مادرم در اینجا باید چی کنن؟ کمک کنن. متوجه هستید؟ پس ندیدن، خلاصه ندیدن صحنه‌های مستهجن و زن‌های آراسته حرام. جالبه که اگه به زن خودت نگاه کنی که آراسته باشه، برای همین گفتم مرد زن خود آراسته کنن، برعکس مفیده. عجیب نیست؟ خیلی عجیبه. به این من دارم نمیگم، دانشمندای غربی دارم میگن، کسایی که اصلا شاید ندونه که حضرت محمد بر قوم چین نازل شده اومده یا برای قوم مثلا عربستان. کار به دین نداره. یک خبر بد دیگه دارم، با اون این است که درمانش سخته. یعنی کسی که معتاد میشه، گفتم مثل الکل معتاد میشه، اما ناممکن نیست. چرا؟ چون که به قلب ضربه میزنه، جایی که مغز در عرض چند میلی ثانیه وقتی به صحنه پورنوگرافی رو دید، فیلم سکسی رو دید، فوراً جواب میده. همینطور خداوند انسان رو خلق کرده، سریع ترین پاسخ همین مغز در وقتی که فیلم میبینه میده. متوجه هستید؟ لذا مثل که تو معتاد شدی. درمان داره اما سخته. اما این نیست که درمان نداشته باشه. شما خبر خوب حالا بشنوید، همه اینا رو که گفتم. خبر خوب که البته باید تسلیم فرمان الهی باشی، مثلا زود عروسی کنی، مشکل هم میگه one solution for all problems، یک عروسی همه مشکلات از بین میبره، حداقل 70% نصف دینه. اما خبر خوب اینه که خداوند توبه پذیر به معنی این نه که مثلا گناه کردی تو رو میبخشه، نه، همون آثار گناه رو از بین میبره. چه جوری؟ خب اینو توجه کنید، اصل حرفم اینه. شما مثلا الان تو انگلستان جوان‌ها از شراب دوری میکنن، مثل نسل قبل نیستن، چون بیشتر فهمیدن، تو مدارس بهشون گفتن آقا این که شراب میخوره، عرضم به حضور شما، جگرش از کار میفته. 75% هم که از کار بیفته، 80% هم از کار بیفته. اگه عکسش نگاه کنی وحشت میکنی، جگر سالم و جگری که خراب شده، اما همون 20% دوباره اون 80% رو میسازه. عجیب نیست؟ یعنی فقط طرف کافی است دست از الکل ور داره. معنی توبه پذیر این نیست که خدا مثلا تو قیامت میبخشه. توی جگر خدا یه چیز قرار داده که توبه که تو کردی همون جگر رو دوباره درست میکنه. الان خیلی از جوانات، من یه مقاله خونده بودم در انگلستان، توبه کردن. توبه نه به معنی دینی، به معنی دنیایی، دیگه شراب نمیخورن، درست شدن، دوباره جگرشون درست شده. عین همین برای کسایی که توقف میکنن در تماشای فیلم‌های سکسی پیش میاد. چطوری؟ دانشمندان متوجه شدن که مغز خودش ترمیم میکنه، این سلولای خراب شده دوباره درست میشه. اگه تو امروز توبه کنی، این خبر خوبه دیگه. گناهی که خدا پاک میکنه، من با اون فعلا کاری ندارم.
گناه که پاک میشه، انسان توبه کنه، هیچ چیزی در مقابل توبه و استغفار طاقت نداره. بدترین گناه طاقت نداره. این سیستم دین ماست. هیچ چیز طاقت نداره که استغفار کردی و توبه کردی. ولی در دنیا همین مغز خراب شده تو درست میشه. لذت جنسی که گفتیم دیگه نداری درست میشه. اینو کی میگه؟ این دانشمندا میگه. خود بازسازی میکنه. دانشمندانی دریافتند که شخص از نظر عاطفی برنامه‌ریزی شده است تا با یک همسر واقعی پیوند برقرار کند، زیرا تغییرات دائمی در مغز رخ میدهد. این تغییرات باعث افزایش و محبت بین چی میشه؟ پس خلاصه توقف این در هر مرحله انسان رو باعث میشه که چی کنه؟ با انسان میتونه هیچ انسان اینقدر قدرت داره که باور کردنی نیست. یک بلوچ به من میگفت که منو در زندان متهم کرده بودن که تو نمیدونم مواد مخدر فروختیم، مجازات من اعدام بود. میگه افسر به من گفت اینقدر میزنمت، اگه اعتراف کردی اعدامت میکنن، اگه اعتراف نکردی میگه بس خلاص معاف میشی. میگه منم دیگه از ترس مرگ، میگه اینطور من زدم وقت تعریف میکنه تا نمیتونم بگم که استخون من معلوم شد. اینطور میگه ظالم من زدن. سیاسی هم نبوده. من گفتم مگه آدم نمیمیره اینقدر چی بخوره؟ میگه نه، تا به مغز نخوره انسان نمیمیره. تا به مغز نخوره انسان نمیمیره. بدن اینجوریه. انسان خیلی قویه. حالا راه حل قرآنی رو که بعضیا به ما میگن این در هیچ دینی هم نیست غیر از دین ما. نمیگم در دینای یهود و نصارا هم هست دیگه، ولی حتی اونا هم دارن ها. یهود و نصارا هم اینو دارن که نگاه به حرام چیه. آیه رو حالا ببینید که خداوند چه راه حلی گذاشته. قل للمؤمنین، ببینید من آیه مؤمنین آورده، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مؤمنین بگو، یعنی به من شما، چشم فرو ببندن، حرامو نگاه نکنن، اندامای جنسی خود حفظ کنن. این براشون بهتره، پاکتره. دیدی پاکتر بود یا نبود؟ الان من گفتم ضررا رو دیدی؟ پاکتره. اینو میگه به مؤمنات هم بگو. ببینید ایران میگه آقا همتون حجاب داشته باشید، نه، میگه چشم فرو ببندید ولو که زن بی حجاب دیدید، اونا رو ول کنید. و قل للمؤمنات، به مؤمنات بگو، دیگه کس دیگر هم نگفته ها، همه زنا رو نگفته، مؤمنات رو گفته، زنای مؤمنه رو. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. و زینت خودم آشکار نکنن، یعنی خود زیاد آراسته نکنن برای بیگانگان. گفتم ضرر داره، مثل فیلم‌های سکسی. متوجه شدید؟ آخرش ببین چی میگه. حالا آیه خیلی طولانی میگه فقط برای محرمای خودتون، پدر، نمیدونم پدر شوهر، نمیدونم برادر، خواهر، اونا رو گفته که به حلال از زینت خود نشون بدید. و باز چی میفرماد آخرش؟ میگه زینت خودم نزنید. اینجا رو نگاه کنید. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. میگه زینت خودم اینطور آشکار نکنید. قبلا خلخال میپوشیدن، پای خود صدا میدادن، توجه مردا رو جلب میکردن. میگه این کارم نکنید. آراسته خود فقط برای فامیلای خودتون باشه. چرا ضرر داره؟ و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. میگه توبه کنید. یعنی معلوم است که این کارا رو میکنید، ولی توبه کنید. توبه که کردید تمومه. درسته؟ بذار معنی آیه رو بخونم از اولش. به مردان بگو که دیده فرو بندن، پاک دامنی کنن که بهتر است براشون. به زنان بگو که دیدگان خود رو فرو ببندن، یعنی مردا رو نگاه نکنن، مردای مثلا نامحرمو، و پاک دامنی کنن و زیور خود رو آشکار نکنن مگر اون چیزی که ناچاری است. روسری رو به گردن خود بندازن. آخرش میگه زینت خود فقط برای کیا آشکار کنن؟ شوهر، برادرانشون، پسران برادرانشون، پسران خواهرشون. الی آخر خیلی ها رو گفته. پای خود رو به گونه‌ای به زمین نکوبن تا آنچه که از زینتشان نهفته می‌دارن معلوم گردد. و توبه کنید ای مسلمان‌ها، همه، از زن و مرد تا رستگار شید. اینجا آیه دیگه بازم چون به تظاهرات این روزا مربوطه، بذارید این آیه رو براتون بخونم. اجازه بدید. پیغمبر میگه که ببینید نگفته غیر مؤمنات. من نظرم اینه، شاید بازی با من مخالفت کنه، ولی من نظرم همینه، فکر نمی کنم که غلط باشه. یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، به زنانت بگو چون زنان مؤمن هستن، و بناتک، و به دخترانت بگو اونا مؤمنات بودن، و نساء المؤمنین، و به زنهای مؤمنا بگو، یعنی به زنهای ما شما که مؤمن هستیم. و نگفته به زنهای مثلا اهل کتاب بگو، به زنهایی که ملحد هستن بگو. اونا رو کار نداره، اصلا اسلام اونا کار نداره. که کاری که دولت ایران میکنه، الان بابا حجاب خود آتیش میزنه، این میگه تو زور حجاب داشته باش. مؤمنه نیست دیگه، میگه نمیخوام، زوره. یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین.
و کان الله غفور رحیم. حجاب به سر کنید. شما برای مؤمنین دیگه آتش نشید که به اصطلاح اونا دچار شهوت بشن و اگر قبلا این کارا رو نمی‌کردید خدا غفور است، یعنی توبه پذیر و غفور است. متوجه شدید؟ پس برنامه امروز رو دیگه نمیتونیم، وقتم نداریم. فقط خواستیم که همین نکته رو بگیم که عزیزان هیچ گناهی در مقابل توبه و استغفار خبر خوبی نه، زور نداره. شاید آقا من امروز توبه کنم فردا بازم رجوع میکنم، خیلی خوبه، مشکلی نداره. گناه گذشته‌ت پاک شده، ثواب توبه و استغفار گرفتی، فردا رجوع کردی، بازم که 2 ساعت بعد به خود اومدی توبه کن. نمیدونم حضرت علی بود بهش گفتن که آقا ما چند بار توبه کنیم؟ یعنی ای گناه میکنیم ای توبه میکنیم، ای گناه میکنیم توبه میکنیم، تا کی؟ خدا بخشنده است. گفت تا وقتی که شما خسته نشید خدا بخشنده است. خدا خسته نمیشه از بخشیده بودن. این سلا رو در دست بگیرید. تکرارن میگم هیچ گناهی در مقابل استغفار طاقت نداره، شکست میخوره. لذا شما نگید آقا من این کارو بکنم حتما شکست میخورم، بازم توبه کنید، آخر موفق میشید و ضرراش ببینید. و باید دیگه گفتم هر کی سعی کنه زودتر عروسی کنه، پدر مادرها باید کوشش کنن این ظلم بزرگ نکنید، این چیزا رو از غربی‌ها نگیرید. به خدا بده، به خدا خیلی بده. تا اونجایی که انسان میتونه، همه ما الان در این مصیبت هستیم، بچه‌ها که به سن چی میرسه، تکلیف میرسه، یه کار این چیه تا 30 سالگی سرشون درس میخونه آخرش هیچ کار نداره، بیکار میگرده. به خدا این سیستمای ما رو کارتونه، از من قبول کنید. این همه درس میخونه باز بیاد هیچ کار نداره، باز نشسته بغل پدر مادرش. خب سیستم درسی غلطه دیگه. گناهی که سیستم غلطه. لذا سیستم زندگی رو عوض کنید. بچه‌ها رو زودتر به سر کار بفرستید. همین که دستشون به دانشون رسید با مراسم ساده براشون زن بگیرید تا این مصیبت، چون فتنه زیاد شده، آخر زمان است. فتنه اینقدر زیاد شده تعجب میکنه و هر روز بدتر میشه. دیگه ما باید یک دست پایی بزنیم. آخه به عنوان مصلحین جامعه، به عنوان عقلای جامعه، به عنوان بزرگان جامعه باید بچه‌های خود کمک کنیم. روی سخنم با پدر مادر است، چون که اون بیچاره که همه کارو نمیتونن خودشون بکنن. کمک کنید و دنبال این نگردید که حالا برای دخترتون ملکه نمیدونم فلان کشور، برای پسرتون ملکه پیدا کنید نمیدونم در زیبایی و در درس. نه آقا جان، همین در جامعه خود یکی رو پیدا کنید. خدا اگه بخواد خوبش کنه خوبش میکنه. امیدوارم که حرف به شما رسونده باشه. الله حافظ و نگهدار همه شما.